قسمت دوم مغزبازی توی 3 تا ماپا میکنم. نگاه کن شات، نگاه کن. اگه عشق کردی با این شات لایک رو بکوب ناموسم. خب میام اینجا سوار ماشین میشم، خب دارم راه خودم میرم، چند تا انمی هم هستن، انگولک هم میکنم، پیاده میشم که انگشتشون کنم، ببینم که اینجا جای درستی واسه فایت دادن نیست عزیز دل من. سریع برو یه جایی که کاور داشته باشه. خب میرم اینجا یه 2 ثانیه وای میسم، میام بالا، اینا میان، اولی که میزنم خیلی خوشگل و قشنگ، دومی دارم این سگ ازش فرار میکنم، یا میگم من شادمان دارم، بوم بوم. خب نگاه کن این کاورگیری اگه 4 تاشون یه جا بودن من نمیتونستم بزنم. از نیدم همیشه سعی کنید استفاده. من الان نیدم اگه خوب بود طرفو قشنگ ناکش میکرد، نیدم بد بود ولی دمیجش که خوب بود. خب دمیجش خیلی کمک کرد. این ریوایوی بدبختتون اومد زدم اینجا عین سگ فرار کردم با SMRS دمیجم کرد، فقط فرار کردم. نگاه کن اینجا همون انگوش کردن که تو قسمت اول گفتم، اینجا همین کار رو دارم میکنم یه جورایی، ولی کیلم میگیرم. خب اینو میزنم، خب این بات بود نمیدونم چه بود، یهو داش مهدی میاد اینم میزنم، هر کی بذاری جلومو میزنم. خب همه 4 من تکم، گاندراپ اولم اینجا میکشم، گاندراپ دومم اینجا میکشم. خب اینجا میام دوباره برمیگردم همونجا، اسکول نوبو نگاه کن خیلی خوشگل ترفن، اصلا اچوی داشت آرمون نداشت. خب اینجا فقط فرار اسموک میندازم بک میدم، چون فضا آزاده نمیتونم درست فایت بدم، مدیکم هم زیاد شارژ نداره. خب میرم بالا، 2 تا نمیبینم، فقط فرار، فقط تنها گزینه‌ای که اینجا زد بکردم فرار بود. خب بعدش اینجا این ستاره دیدم بعدش ریدم خودم بهش فهمیدم توی ایکسله. خب بدترینش اینجاست، حالا از سگ موری، سگ که داره 6 تا سگ آخه، چرا همه کلاس سگ دارن توی این مپ؟ من نشد یه دست بیام اینو بازو کنم کلاس سگ نباشه. اینجا سگ دمیشم ولی بازم شات همو میزنم. خب و اینجا هاجه قفلت کردم نزدم، مثلا بذار فینیشرش رو بگیرم که دیگه. اینجا هم اسموکی موبایلم به لک گرفت و مردم متاسفانه. نگاه کن مغزبازی به خرج دادم دیگه، مهمش اینه. بعدش اینم آخرین نفره که میزنن قسمت بعدی فردا. خداحافظ.